مدیتیشن راهنمایی شده سعادت روح برای بیداری قلب و پاکسازی میدان انرژی و تجسم الهی. به دایره مقدس از نور خوش آمدی. اینجا جایی است که روحت آرام میگیرد، قلبت به یاد می آورد و میدان انرژیت با فرکانس عشق خالص پاکسازی می شود. در جای راحتی بنشین. یا دراز بکش. چشمانت را ببند. نفس عمیق بکش. دم از بینی، باز دم آرام از دهان. دوباره دم با صلح. باز دم آرام از دهان. دوباره دم با صلح. باز دم با رهایی. اکنون تصور کن که ریشه هایی از ستون فقرات و کف پاهایت به درون زمین می رویند. هر دم تو را عمیق‌تر به درون این لحظه می آورد. تو در آغوش زمین هستی، ایمن، آرام، پذیرفته شده. با خود بگو من ایمن هستم که وارد شوم. آمادم که دریافت کنم. در آغوش زمین مقدس نگه داشته می شوم. برای محافظت نوری و آماده سازی میدان انرژی، همکنون فضای اطراف بدنت را حس کن. میدان انرژی تو، حاله نوریت را احساس کن که این حاله مانند حباب لطیف از نور اطراف تو گسترده است. اکنون نوری طلایی سفید را از بالا بخوان. نوری از منبع آفرینش. بگذار این نور مانند شهد یا ستاره باران از تاج سرت پایین بریزد. پیشانیت را آرام کند و روی صورتت پخش شود. فکت را نرم کند. گلویت را بگشاید. وارد قلبت شود.
و از شکم و لگن به پاها و زمین برسد. اکنون این نور اطرافت را همچون سپری الهی فرا بگیرد. در میدان حفاظت، حقیقت و صلح هستی با نیت بخوان: من خود برتر و بالاتر و راهنمایان نوریم را فرا می‌خوانم. مرا با عشق و نور الهی احاطه کنید. هر آنچه از آن من نیست اکنون رها شود. همکنون با تمام نرمی و حضور توجهت را به ناحیه قلب ببر. نه فقط قلب فیزیکی، بلکه به معبد قلبت، جایی در مرکز وجودت که حافظه اسرار روح است، جایی که صدای حقیقت هنوز زنده است، جایی که عشق الهی هنوز می تپد. چند نفس عمیق بکش. هر دم آگاهیت را به درون این معبد مقدس ببر. قلبت را همچون جامی مقدس تصور کن، آماده برای پر شدن از نور، از مهر، از صداقت. اکنون درون قلبت بایست، در سکوتش گوش کن. زبان قلب واژه نیست، لرزش است، نجوا است و حضور است. احساس کن که درون سینه‌ات گل روزی آسمانی آرام آرام شکوفا می شود. رنگ آن ممکن است صورتی باشد، طلایی یا سفید. اجازه بده خودش را به تو نشان دهد. با هر دم این گل شکوفاتر می شود. با هر بازدم لایه‌ای از دردهای قدیمی، خاطرات سرکوب شده یا دیوارهای دفاعی ذوب می شود. بگذار اشک‌هایت جاری شوند اگر آمدند. بگذار لبخندت بیاید
اگر آمد. در این لحظه همه چیز مجاز است. در این میدان مقدس هیچ چیز لازم نیست درست باشد، فقط صادق باشد. اکنون با صدای درونت بگو: من قلبم را باز می کنم. اجازه می دهم نور روحم از درون بتابد. من آمدم که عشق را به یاد بیاورم. نه به عنوان چیزی که از بیرون می آید، بلکه به عنوان چیزی که من هستم. در سکوت بمان. احساس کن که قلبت گسترش می‌یابد. همچون خورشیدی کوچک که در سینه‌ات طلوع می‌کند. نورش به شانه‌هایت، بازوهایت، گلویت و حتی پشتت می‌تابد. اکنون بگذار حضور روح درون قلبت جای بگیرد. نه به عنوان یک ایده، بلکه به عنوان حضور واقعی، زنده و آگاه. احساس کن که روحت تو را می‌بیند، می‌شنود و کاملا می‌پذیرد همانطور که هستی. شاید تصویر یا خاطره‌ای ظاهر شود. شاید صدای لطیفی در درونت شنیده شود. شاید فقط آرامش یا حسی از گشودگی بینا. هرچه هست بپذیر. تو اکنون در معبد حقیقی خودت ایستاده ای. نه بیرون، نه بالا، بلکه درون قلب خیش. با خود زمزمه کن: من مرکز آگاهی الهیم. قلب من درگاه حضور الهی است. چند لحظه در این شعف و سکون بمان. در قلبت، در حقیقتت، در نوری که هیچگاه خاموش نمی شود.
دوباره بدنت را از سر تا پا اسکن کن. هر جایی که تنش، گرفتگی یا سنگینی حس می کنی فقط نفس بکش. تصور کن که آبشاری از نور سفید از تاج سرت جاری می شود. تمام بدنت، سلولها، چاکراها و میدان انرژیت را می شوید. این نور هوشمند است. می داند چه چیزی باید رها شود. الگوهای قدیمی، خستگی، ترس، آشفتگی را با خود می برد. با خود بگو من اجازه می دهم آنچه به من خدمت نمی کند حل شود. آمادم که شفاف باشم. آمادم که آزاد باشم. نور همچنان جاری است. بدنت سبکتر، ذهنت آرامتر، وجودت شفافتر می شود. تصور کن که ستاره الماسی بالای سرت درخشان است. از این ستاره جاری می شود. کدهای نور، صدا و هوش الهی. این انرژی وارد قلبت، گلویت، چشم سوم و تمام بدنت می شود. تو این را تخیل نمی کنی، تو به یاد می آوری. با خود بگو من به فرکانس سعادت روح باز می گردم و اجازه می دهم جوهر الهیم در بدنم تجسم یابد. من نور روحم هستم، همینجا، همین اکنون. استراحت کن، غوطه ور شو تا در خانه‌ای، در آرامش، در عشق. آرام آرام به نفسهایت بازگرد، به بدنت، به این فضا. انگشتانت را تکان بده و دستانت را روی قلبت بگذار. قدردان، آرام. و بدان تو می توانی هر زمان به این میدان نور و سعادت بازگردی، چون این میدان درون توست. تو خود عشق و نور هستی. نفس عمیقی بکش و بگو من کامل هستم. من نورانی هستم. من تجسم زنده عشق هستم. نفس عمیق، بازدم. و وقتی آماده چشمانت را باز کن. به خانه خوش آمدی. تو دوباره زنده ای.